خوش اومدید به سریال ایرانگردی با پرشین فک. اینجا هر قسمت میریم سراغ یکی از استانهای ایران و با تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌ها و سوغاتی‌های اونجا آشنا میشیم. پس اگه اولین بار ویدیومو می‌بینی، همین الان سابسکرایب کن تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. این قسمت میریم سراغ استان یزد. یزد سرزمین بادگیرها در مرکز ایران قرار گرفته، شهری که به خاطر کویر، تاریخ و معماری خاصش به ثبت جهانی رسیده. یزد رو به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای خشتی دنیا میشناسن. یزد آب و هوای کویری داره، تابستون‌های خیلی گرم و خشک و زمستون‌های سرد. البته شب‌های کویری همیشه خنک و دلنشینه. یزد یکی از شگفت‌انگیزترین شهرهای تاریخی ایرانه و با بافت قدیمیش در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده. وقتی وارد یزد میشی، کوچه‌های خشتی، بادگیرهای بلند و خانه‌های قدیمی حس و حال زندگی چند صد سال پیش رو بهت میده که میشه به باغ دولت‌آباد یا بادگیر 33 متریش اشاره کرد. یزدی‌ها به مهمان نوازی معروفن. مراسم نخل برداری در محرم یکی از رسوم خاص و تاریخی این استان محسوب میشه. زبان محلی مردم یزد فارسیه، اما یک لهجه شیرین یزدی هم دارن. و در آخر میره سراغ سوغاتی‌ها. یزد بهشت شیرینی‌های سنتیه. میشه به قطاب، باقلوا، پشمک که از معروف‌ترین سوغاتی‌های یزد هستن اشاره کرد. اگه از این قسمت ایرانگردی خوشت اومد، همین الان ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن و توی کامنت ها بهم بگو استان بعدی کدوم باشه.